همونطور که میدونید اینجا خونه مرد رنده. مرد رندم یعنی کسی که بدجنسه و دوست داره سر همه کلاه بذاره. آقای مرد رند، شما خونه نبودید؟ آقای مرد رند، با شما بودم. صدا تو بیار پایین، دوستا میریزن اینجا. چطور؟ نباید کسی بفهمه من یه چیز گرون قیمت میخوام تو خونم نگه دارم. حالا این چی هست؟ چرا میپرسی؟ مشکوک میزنی یا؟ نه بابا، فقط سوال کردم. سوال نکن، به کسی هم چیزی نگو. شطور دیدی؟ ندیدی؟ به نظر یه صندوقچه میاد. ساکت. ببخشید، همون شطور بود. کجا به سلامتی؟ امشب خونه یکی از قوم و خویشام عروسی دعوتن. پس اون شطوره چی میشه؟ صندوقچه رو میگم. فکر کردی من ملعبونم و همینطوری ول میکنم و میرم عروسی؟ پس میخوای چی کار کنی؟ یه نگهبان برای خونم میذارم. حالا کو نگهبان؟ غصه نخور، پیدا میشه. ای ساده دل بیچاره، دوباره قراره بیفته تو دام مرد رند. سلام به عزیزترین دوست و همسایه خودم. عجب چشمایی داری ساده دل جان، چقدر تیزبین و دقیقه. تا حالا دقت نکرده بودم. من تا حالا بهت گفته بودم چه اندام برزیده‌ای داری؟ از هوش و ذکاوتت دیگه نگو. چاپلوسی و بذار کنار، برو سر اصل مطلب. ببین ساده دل جان، تو با این همه استعداد حیف نیست ازش استفاده نمی کنی؟ چی کار باید بکنم؟ به همه نشون میدی که میتونی با تیزبینی و هوشت طوری از خونه من نگهبانی بدی که هیچ دزدی نتونه این طرفا پا بذاره. کدوم دوست؟ دزد دیگه، دزد. وظیفه تو اینه که از شطورش نگهداری کنی. شطور؟ اونو ول کن. خب من رفتم، وقتی برگشتم از خجالت در میام. بله دیگه، ایشون ساده دلن، آدم بیشیل پیله‌ای که دوست داره به همه کمک کنه. چه خبر آقای ساده دل؟ میبینی که دارم نگهبانی میدم. بله میبینم. فقط نمیدونم نگهبانی چی رو دارم میدم. نگهبانی از یه شطور. واقعا؟ نه بابا، شوخی کردم. ای وای، صبح شد. آقای مردرن چرا هنوز بر نگشته؟ نه، انگار برگشتن. سلام. دزدو گرفتی؟ من که دوستی ندیدم. آفرین پهلوان، دزده حتما اومده، اما چون تو رو دیده جرأت نکرده پا پیش بذاری. ممنون. چاخان پشت چاخان. حالا میتونی بری خونت استراحت کنی، بعداً از خجالت زحمات در میام. ببینیم و تعریف کنیم. سفر. خیلی دلم میخواد بدونم مردرن چجوری میخواد جبران زحمات ساده دلو بکنه. به به، آقای ساده دل، کجا داری میری؟ میخوام برم گاری مردرن رو قرض بگیرم، برم مزرعه خربزه‌هام و بار بزنم. از آقای مردرند گاری بگیری؟ بله. فکر میکنی بهت میده؟ چرا که نه؟ دیروز بهم گفت بعداً تلافی زحماتتو میکنم. باشه، امتحانش ضرری نداره. سلام. سلام بی سلام، گاریمو بهت نمیدم، مگه زوره؟ عجب، این از کجا فهمید؟ آخه تو با این هیکل مردنی میتونی گاری هول بدی؟ میزنی داغونش میکنی. چطور شب تا صبح تونست نگهبانی خونه شما رو بده و آدم پرزور و نیرومندی بود؟ نگهبانی داده یا نداده، گاری خودم نمیخوام بدم. آخر این قصه چی میخواد بشه؟ نمیدونم. به گمونم امشب قرار اتفاقی بیفته. دزدیدن! چی شده آقای مردرن؟ چی رو دزدیدن؟ صندوقچه‌مو دزدیدن. دزده رو دیدمش، از اون طرف رفت. پس چرا از این طرف میری؟ میرم ساده دلو بفرستم دنبال دزده دیگه. خودت چرا نمیری؟ من ضعیفم، دردمندم، نمیتونم. اون جوون زور داره، میتونه. آخرش نفهمیدم که ساده دل ضعیف و مردنیه یا قوی و پرزور. ای ساده دل جان، ای قوی ترین مرد دنیا، کجایی؟ دستم به دامنت ساده دل جان. فقط تو میتونی با اون پاهای قوی و پرزورت بدوی دنبال دزد صندوقچه‌م. عجله کن. ای چاخان، شما ساکت. تا تو بخوای فکراتو بکنی که دزده رفته. میدونید ساده دل الان به چی فکر میکنه؟ به اینکه آیا باید به مرد رندی که حرفاش فقط به منافعش بستگی داره کمک کنه یا نه.
البته اگه من جای اون بودم کمک نمی کردم تا کمی سر عقل بیاد. نظر شما چیه؟